عیسی شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستا عزیز، برادرها خواهرها، امیدوارستم خوب و خوش و صحتمند باشین. از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بوده. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما سرازیر باشه و این دعای همیشگی ما برای همه شما عزیزها و دوستا است. بینندگان عزیز، امروز باز هم از طریق تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان با یک برنامه جدید و یک موضوع جدید از کتاب مقدس در خدمت شما قرار دارم و می خواهیم که یک موضوع جدید از کتاب مقدس با شما شریک بسازم. البته موضوعی که امروز ما از طریق تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان با شما شریک می سازیم یا در جریان میگذاریم و یا درباره از او صحبت میکنیم، موضوع قسم خوردن است. که تعلیم مسیحیت درباره قسم خوردن چیست؟ آیا مسیحیان اجازه دارند قسم بخورند و یا مسیحیان نیاز به قسم خوردن دارند و یا ندارند؟ در این قسمت تعلیم کتاب مقدس چیست و مسیحیان باید چی بکنند؟ دوستان عزیز، شما میتونید از طریق واتساپ، از طریق وایبر، از طریق شماره تلفنی که در این ویدیو شما میبینین و از طریق ایمیل و فیسبوک و همه شبکه‌های اجتماعی که آدرس‌هاش در این ویدیو ذکر شده با ما در تماس شوین و ما حتما به پیغام‌های شما جواب میتم. و اگر کدام موضوعی را شما درباره از معلومات کار دارین، حتما درباره از اون ما به شما روشنی مندازم و اگر کدام سوال داشته باشین به جواب سوالایتان میپردازم. و اگر شما کدام پیامی داشته باشین و میخواین این پیام از طریق برنامه ما به نشر برسد، من پیام های شما را هم به نشر میرسونم. خب دوستان عزیز، موضوع امروز ما تعلیم کتاب مقدس درباره قسم خوردن است که آیا ما مسیحا قسم بخوریم و یا نخوریم. خب دوستان عزیز، برنامه ما هم از سلسله برنامه‌های 7-8 دقیقه‌ای است که ما شروع کردیم و میخوام بسیار کوتاه از کتاب مقدس درباره از این موضوع بخوانم. متی فصل 5 آیه 33 تا آخر آیه 37. باز گفته شده قسم دروغ نخور و هرگاه به نام خدا قسم یاد کنی آن را وفا کن. اما من میگم هیچگاه قسم نخور، نه به آسمان که تخت خداست و نه به زمین که پایانداز اوست و نه به اورشلیم که شهر آن پادشاه بزرگ است. به هیچ یک از اینها سوگند یاد نکن. به سر خود نیست قسم مخور، زیرا قادر نیستی موی را سفید یا سیاه گردانی. فقط بگو بله یا نه، همین کافی است. اما اگر برای سخنی که میگویی قسم بخوری، نشان میدی که نیرنگی در کار است. دوستان عزیز، در شریعت موسی گفته شده بود که شما هیچگاه قسم دروغ نخورین و اگر قسم هم میخورین به نام خداوند باید که او را شما وفا بکنین. یعنی شرایط قسم خوردن خیلی سخت ساخته بود که هیچ انسان قسم نخوره و سوگند یاد نکنه به چیزی که نتانه بازو کار پوره بسازه، چون انسان کامل نیست. شرایط و محیطی که انسان در روز زندگی میکنه همیشه با انسان یاری نمیکنه. میشه که نظر به بعضی از شرایط و مشکلات محیطی و اجتماعی که وجود داره و غیره و غیره، انسان قادر به انجام دادن او قولی که داده و قسمی که خورده نشه و خداوند میگه که او این یک گناه بزرگ است. ولی ما و شما در عهد جدید میخوانیم که خداوند ما یشوع مسیح بسیار به وضاحت میفرماید و میگه که شما هیچگاه به هر صورتی که باشه شما قسم نخورین. اصلا شما قسم نخورین و نه به نام خداوند، نه به سر خود، نه به اورشلیم، نه به هر آن چیزی که شما مقدس میدانین. به هیچ چیز شما قسم نخورین. قسم خوردن شما یک کار بی‌معناست. فقط سخن شما بله یا نه باشه. اگر کسی میگه این کار انجام میدی، اگر میتونی انجام بدی بگو بله انجام میدم، و اگر میگی که انجام دادن نمیتونم بگو نه خیر نمیتونم. و اگر قسم بخوری میگه حتما دروغ در کار است. چرا که مردم امروز قسمی که ما شما میبینیم همی که به نام خداوند یا به مقدساتی که به او باور دارن یا به سر خود و به سر اولادای خود و سر خانواده خود و غیره و پدر و مادر و خانم و غیره قسم میخورن، میبینیم که اکثر قسم ها به مقصد است و دروغ می باشه.
و امروز برای بعض مردم دنیا عادت شده تا قسم نخوری حرفای تا باور نمیکنن. متوجه هستین دوست عزیز؟ حتی مردم با امروز در دنیا ما میبینیم، خصوصا در دنیای اسلام، وقتی مردم قسم میخورن متوجه نیستن که قسم میخورن. عیسی مسیح، یشوع مسیح میگه اگر شما، خداوند ما یشوع مسیح میگه اگر شما قسم بخورین در حقیقت به حرمتی و به عزتی میکنین به نام خداوند. امروز شما ببینین در دنیای اسلام مسلمان ها که شور میخورن که والله، که والله، بالله، الله، و خدا، و قرآن، به این به اون، اینا قسم میخورن دوست عزیز و حتی نمیفهمن که اینا نام خدا را میگیرن. حتی اینا به این باور نیستن که مثلا وقتی میگن به خدای کار میکنم که به خدای کار کردم و غیره و غیره، حتی اینا متوجه نیستن که نام خدا را یاد کردن. حتی تکیه کلامشان شده در هر کار اگر دوزی ها میکنن میگه به خدا چندان کار ما خوب نبود. هر کاری که میکنن، هر کار بدی هم که میکنن، اینا در روی قسم میخورن، یعنی متوجه ازی نیستن و هر روز در زندگیشان به نام خدا به حرمتی میکنن. اصلا قسم خوردن به نام خداوند و با مقدساتی که به او انسان باور داره خودش یک به حرمتی و به عزتی به ذات خداوند و به مو مقدسات است. اگر انسان واقعا یک مؤمن حقیقی و ایماندار حقیقی باشه و هیچگاه به نام خداوند، به ذات خداوند، به سر خود یا به هر چیز مقدسی که به او باور داره یا هر کس دیگه به سر از او قسم نمیخوره دوست عزیز. یا بعضی مردم به روزی قسم میخورن یا به این و آن قسم میخورن. انسانی که واقعا مؤمن است، انسانی که صادق است، انسانی که واقعا او متعهد است که حرف را که میزنه او راست است و دروغ نمیگه و قول را که میته با او وفا میکنه، او انسان هیچگاه قسم نمیخوره. و یشوع مسیح خدای زنده و حقیقی میگه اگر شما قسم یاد میکنین به هر چیزی که باشه، خصوصا به نام خدا، اول خود به حرمتی است به او و دوم ای که شما در کارتان صادق نیستین و در اوج میگه نیرنگ در کار است. وقتی میگه انسان نمیتونه که موی سفید خود سیاه بسازه، چی ضرور است که قسم بخوره؟ و چرا که انسان گفتم شرایط محیطی و همچنان اوضاع و حالات و همچنان خود زندگی انسان، چون انسان کامل نیست از هر نگاهی که باشه، چی از لحاظ جسمانی باشه چی از لحاظ مثلا محدودیت هایی که در زندگی خود داره، دوستایی شاید قادر به انجام دادن و قسم خود، پوره کردن قسم خود نباشه. پس یشوع مسیح خدای زنده میگه که شما هیچگاه به نام خدای متبارک و متعال قسم نخورین، به هیچ چیز قسم نخورین. بازم میگه که شما هیچگاه قسم نخورید، نه با آسمان که تخت خداست، نه با زمین که پای انداز اوست، و نه با اورشلیم شهر آن پادشاه بزرگ است. به هیچ یک از اینا سوگند یاد نکنید و سر خود نیز قسم نخورید، زیرا قادر نیستید مویی را سفید یا سیاه گردانید. فقط بگویید بله یا نه، امین کافی است. اما اگر برای سخنی که میگویی قسم بخوری، نشان میدی که نیرنگ در کار است. پس دوستای مسیحی، برای شما این تعلیم میتم که شما با مثل دوستای مسلمان ما و یا غیره دوستای دیگه که در دنیاست نباشین که اونا به نام خدایی که و مقدساتی که دارن هر لحظه قسم میخورن. مثلا مسلمان والله، بالله، به خدا و قرآن، به ای به او قسم میخورن و حتی تکیه کلامشان شده و نمیفهمن هیچ حرمت به نام خدا و با قسمی که یاد میکنن و چی میکنن ندارن، اونا قائل نیستن و اصلا نمیفهمن، ارزش از اون نمیفهمن. ولی ما و شما ما خدای زنده و حقیقی، خدای مقدس، خدای متعال و پرجلال، یشوع مسیح خدای ارزشمند است و خدای پرجلال است، خدای مقدس است و ما و شما بسیار ارزش زیاد داره و ما ارزش خدای خود را میفهمیم. پس ما هیچگاه به نام خدای خود یشوع مسیح هیچگاه ما و شما قسم یاد نمیکنیم دوستای عزیز و هیچگاه نه به سر خود نه به هیچ چیز دیگه که برای ما شاید مقدس باشه ما قسم یاد نمیکنیم و فقط هر چیزی که میگیم یا بله یا نخیر، یعنی اون کلام میگیم. مثلا من میتونم اینجا برم، شاید بتونم بیایم، شاید نتونم، من نمیایم. مثلا ما میتونیم بسیار ساده حرف بزنیم و هیچگاه قسم نمیخوریم و هرگاه قسم بخوریم خدای ما میگه که شما حتما یک نیرنگی در کار است و خدای ما برای ما تعلیم داده که شما قادر نیستید موی سفید را سیاه بسازید. پس این شرایطی که شما در زندگی میکنید، اوضاع و وضعیت
که در شما هستین یا محدودیت هایی که خودتان به صفت یک انسان دارین، شاید شما به او قسمی که میخورین وفا کرده نتانین و پوره کرده نتانین، پس درست نیست که شما قسم بخورین. پس مسیحی ها قسم نمیخورن. تعلیم کتاب مقدس برای مسیحی ها همی است که شما هیچگاه قسم نخورین، هیچگاه. اگر کسی قسم میخورد من نیرنگ در کار است. ما به خدای خود حرمت قائل هستیم، با مقدساتی که داریم حرمت قائل هستیم و با مثل مسلمان ها و غیره دق و الله و بالله و به قرآن و به این و آن و به خدا و الله و این و آن نمیگیم، بلکه ما با عزت به خدای پر جلال خود که او خدای زنده و حقیقی است نام او را هیچگاه مثلا بدون موجب به زبان نمیاریم، بلکه فقط به خاطر ستایش، فقط به خاطر حرمت، فقط به خاطر سپاسگزاری، فقط به خاطر تحسین و دعا و طلب دعا نام خداوند را به زبان میاریم، ولی هیچگاه قسم نمیخوریم. تعلیم کتاب مقدس برای همه مسیحایی است که ما هیچگاه به هیچ چیز، نه خداوند و نه هیچ چیز دیگه قسم میخوریم. اجازه نداریم قسم بخوریم، به هیچ چیز ما قسم نمیخوریم. دوستان عزیز، این تعلیم کتاب مقدس است. پس مسیحا بیاین که ما و شما اگر هنوزم بر زبان ما کلمات قسم خوردن وجود داره، او را از زبان خود دور بسازیم و بله ما بله و نه ما نباشه، و اگر مطمئنم نیستیم بگیم شاید و تمام. دوستان عزیز، تشکر دوستان عزیز. امیدوار هستم در این قسمت موضوع روشن شده باشه. تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم، همتان و خدای زنده و حقیقی و خداوند نجات دهنده ما، مالک عالم، خدای خدایان و پادشاه پادشاهان یشوع مسیح میسپارم. آمین. در پناه مسیح خداوند باشید.